ترجمه به فارسی. معماران این جهان جنگ‌هایشان را در پناه سپرهای آهنین خود طراحی می‌کنند. از تیرهای پران هومر تا قرش موشک‌های مدرن، تنها وسعت سایه است که افزون گشت خطوطی که آنها بر نقشه ها می‌کشند. به گودالهای بدل می‌شوند که پیکرهای جوانان در آن خفتانند. آنها را در شعله‌های جنگ می‌افکنند تا با خاکسترشان معبد منیت خود را بنا کنند، در حالی که سناتور در روشنایی مداله هایش را میشمارد. پدری سوگوار در تاریکی بر مزار پسرش تنها ایستاده است. به دقت گوش فرا دهید پیش از آن که با نوای شیپور جنگ پایکوبی کنید. صدای قلم را بشنوید و صدای درهم شکستن یک قلب را. شکوه پادشاهی را به من نشان ده که خود در نبردش جنگیده باشد. او تنها زمانی پدیدار می شدد که تفنگ ها خاموش و غبارها فرو نشسته باشند. او هرگز پسرانش را به کام دوزخ نخواهد فرستاد، اما برای فرزندان شما نقشه جنگی آماده برای فروش دارد. سناتورهای پیر جوانان را به سوی مرگ میفرستند و با ستایش های هومری مرگشان را شکوه میبخشند. خود را شاهین مینامد اما قلبی از سنگ دارد. راه میان محراب تا مزار طولانی ترین راهی است که شناخته شده. آیا میدانید سنگین ترین